مرکز مطبوعات اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان از بازداشت مفتش کلان شعبه تفتیشاتی شعبه کارهای داخلی شهر خوجند عبدالرحیم زاده هنگام گرفتن پاره به مبلغ مخصوصا زیاد خبر داد خود افسر دستگیر شده میلیتیا یا ادوکات و یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی اگنتی مبارزه با کروپسیون در اطلاعیه‌اش که 13 فوریه سال 2024 نشر شد میگوید که عبدالرحیم زاده که شخص منصبدار به حساب میرود دست به جنایت پورگیری زده است. مرکز مطبوعات اگنتی در شهر این پرونده گفت چنانچه عبدالرحیم زاده در دوره فعالیت کاری خود پرونده جنایتی اوید به حالت ساختکاری حجت‌ها را به پیشبرد خود قبول نموده با گذراندن عملهای ضروری تفتیشاتی حالت گناهکاری شهروند اختموف را در صادر نمودن جنایت بالا ذکر معین نمود، سپس نام برده با مقصد به دست آوردن فایده مفت برای اجرای عمل غیر قانونی یعنی به جوابگری جنایتی جلب نکردن اختموف از پدر نام برده اختموف توسط میانرو آخانوف به صفت پاره به مبلغ $6,000 امریکایی طلب کرد. سانه 27 ینور سال 2024 ضمن گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی تفتیشاتی عبدالرحیم زاده در حدود نوع باباجان غفورов بعد از شهروند آخونوف گرفتن مبلغ $6,000 دستگیر کرده شده. این مبلغ از او همچون دلیل شیعی گرفته شد. اگنتی مبارزه با کروپسیون گفت در رابطه با این حادثه نسبت به عبدالرحیم زاده با علامت‌های ترکیب جنایت در ماده 319 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. قسم دوم ماده 319 همچون جزا برای از جانب شخصان منصبدار گرفتن پاره جریمه انگفت به اندازه از 5,475 تا 12,775 نشان دهنده برای صبح‌ها یعنی از 394,200 تا 919,800 سومونی یا محروم ساختن از آزادی به مهلت از 3 تا 7 سال با محروم کردن از حقوق اشغال منصب‌های معین یا مشغول شدن به فعالیت معین به مهلت تا 5 سال را پیش بینی می‌کند. مقامات ملیسا در تاجیکستان در ردیف نهادهای دولتی از همه فسادزده نام برده می‌شوند. تاجیکستان در عموم از دولت‌های فسادزده دنیا به شمار رفته در رده‌بندی امساله شاخص کروپسیون در بین 180 کشور در مقام 162 یعنی در بین 20 دولت از همه فسادزده جای گرفت.